پیش از ظهور امام مهدی عجل الله اتفاقاتی در جهان میفته که مقدمه ظهوره و اهل فن و شیعیان این نشانه ها رو خوب درک میکنن. بعضی از این حوادث قطعی و برخی هم غیر حتمی است. ائمه ما برای گمراه نشدن ما و تشخیص درست راه برای شیعیان این روایات رو به صورت خصوصی بیان کردند و امروز این احادیث به دست ما رسیده و دید ما رو نسبت به نتیجه نهایی دنیا که ظهور هست روشن میکنه. طبق روایات از امام علی، امام باقر و امام صادق علیهم السلام 5 نشانه حتمی قبل از ظهور اتفاق میفته و این اتفاقات 100% و حتمی هستند. اول خروج سفیانی، دوم خروج یمانی، سوم خسف در سرزمین بیدا، چهارم قتل نفس زکیه و پنجم ندای آسمانی. همه چیز از شام که به منطقه سوریه، اردن و عراق امروزی گفته میشه شروع خواهد شد. به این صورت که قتل و غارت و ظلم به دلایلی در شام اتفاق میفته و 3 گروه به نامهای اصحاب، ابقع و سفیانی پرچم بلند میکنند و به اصطلاح ادعای قیام به نفع خودشون رو دارند. منطقه شام از زمانهای قدیم بسیار مورد توجه و تنش بوده و حوادث خاصی اونجا اتفاق افتاده. نارام بودن سوریه زنگ بیداری ماست و باید هوشیار باشیم نسبت به حوادث اون منطقه. اتفاقات شام اولین مقدمه برای تحولات بزرگتر و در نتیجه ظهور. رسول گرامی اسلام می‌فرمایند هنگامی که کافری در شام به هلاکت برسد، اصحاب کافر قیام می‌کنند و تسخیر مرکز شام بر او سخت می‌شود و طولی نمی‌کشد که کشته می‌شود و حکومت به ترک‌ها می‌رسد و در شام گرانی و جنگ‌های پی در پی برپا می‌شود. این اتفاقات طوری به وقوع می‌رسد که 3 گروه مردم در شام پیرو اصحاب، ابقع و سفیانی می‌شوند. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند نخستین سرزمینی که در آن شورش و قیام می‌شود سرزمین شام است که 3 لشکر در آن با هم نبرد می‌کنند، اصحاب، ابقع و سفیانی. اینقدر با هم می‌جنگند تا سفیانی با ابقع درگیر می‌شود و او را با همه سپاهیانش می‌کشد. نزاع و درگیری شدید، اختلاف و وضعیت آشفته و کشتارها همه از حوادثی است که معصومین برای ما روایت کردند. اتفاقات منطقه شام طبق روایات اولین جرقه های ظهور است. در سوره مریم آیه 37 داریم احزاب با هم بر سر آنچه در میانشان بود اختلاف کردند، پس وای بر آنها از آن اتفاق بزرگ. هر 3 گروه در راه باطل قدم گذاشتند و احتمالاً نامهایی که در روایات هست کنایه از منطقه یا قبیله آنهاست. بعد از شکست گروه های اصحاب و ابقع، فرد یا جریان فکری تحت عنوان سفیانی در سوریه مطرح می شود که موضوع برنامه بعدی